علی ترجیح میدم برم تو مکدونالد کار بکنم، ظرف بشورم، ولی آزاد باشم. برعکس بعضی خواننده هامون که خیلی ابراز میکنن که میخوان برگردن فقط اگه بهشون اجازه بدن. من اگه بهم اجازه‌ام بدن من نمیخوام. تو دلت برای ایران تنگ نشده یعنی؟ تو فکر میکنی من دلم تنگ نشده برای ایران؟ من سر خاک بابام نتونستم بیام. علی بعد این همه سال که بابام رفت، بابامو نتونستم بیام پیشش. چطور میشه که آدم دلش تنگ نشه؟ ولی به چه قیمتی؟ من الان تو یکی از بهترین جاهای دنیا به لحاظ موقعیتی، آب و هوایی دارم زندگی میکنم، خدا رو شکر. ولی اینجا که به یکی از بهترین جاهای دنیاست، من حمید جای پامو صفر نمیبینم. من مال اینجا نیستم. مملکت من ایرانه، عشق من وطنمه. من تو ایرانه که جای پام سفته، احساس میکنم اینجا مال منه، من باید اینجا باشم. تو فکر کن من تو ایران، علی من تو ایران که بودم، از بعد از همه چی آرومه، از خونه که می اومدم بیرون 50 نفر دست کن میدادن، دست محبت میکردن، عکس مینداختن باهام که قربون همشون برم، دست تک تکشون رو میبوسم. ولی وقتی که من مهاجرت کردم رفتم اورلندو در فلوریدای آمریکا، کی منو میشناخت اونجا؟ اینجا کارمو آزادانه انجام دادم. مثلا شاید اگر ایران بودم و با اون تعهدی که از من گرفته بود، حالا منی که بالاخره یه عمر با آبرو زندگی، بله زن داشتم، بچم داشت به دنیا می اومد. تو اگه جای من بودی دوباره آهنگ میخوندی؟ جرئت میکردی آهنگ بخونی؟